میخوای بری سی پی یو بخری، بهت میگن این سی پی یو قابلیت اوورکلاک داره و پسوندش کی هست. این یعنی چی؟ چه مزیت‌هایی واسه ما داره، چه معایبی داره، آیا در ایران ارزش خرید داره و کلا ساختار کلی کار کردن باهاش چطوریه. امروز و تو این ویدیو صرف تا 100 اوورکلاک رو یادتون میدم. همراه من باشید. سلام، مسعود صالحی ام. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به روز دوم چالش 30 روز و 30 نکته کامپیوتری که ما رو به کاربر بهتر توی دنیای کامپیوتر تبدیل میکنه. قبل از همه چیز خیلی خوشحال میشم حتما کانال رو دنبال کنید، ویدیوامون رو لایک کنید، خیلی بهم قوت قلب میده. خب آقا، این بحث کجا شروع شد؟ روی سری های پردازنده های اینتل و حالا رایزن ها. من بیشتر روی اینتل مثلا حالا میذارم چون میدونم همتون بهش آگاه ترید، ولی خب رایزن هم سری های ارزنده ای داره که قبلا راجبشون خیلی صحبت کردیم. میای مثلا سی پی یو بخری، بهت میگن 13600 هست و 13600 کی. کدوم بهتره؟ 13600 کی. چرا؟ چون قابلیت اوورکلاک داره، میتونی اوورکلاک کنی. آیا اصلا ما میتونیم تو ایران و حالا تو شرایطی که برامون وجود داره اوورکلاک رو انجام بدیم و چه جوریه کلا؟ ببینید بچه‌ها، اوورکلاک کردن هم داخل پردازنده ها وجود داره، یعنی هم داخل سی پی یو ها وجود داره و هم داخل کارت گرافیک ها وجود داره. سریای کارت گرافیک اوسی که میدونید دیگه به معنی اوورکلاک هست و میتونید اونجا ازشون استفاده بکنید. یعنی تو 2 تا قطعه پردازشی ما این قابلیت وجود داره. اولین چیزی که یاد بگیریم اصلا چی کار میکنه. اوورکلاک کردن رو 2 تا چیز تاثیر داره: کلاک اسپیدمون و کلاک ریشیومون. کلاک کور ریشیومون به این صورت بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی سرعت چرخه هامون، کلاک اسپیدمون اینو میبره بالاتر و در مرحله دوم ریشیو، ضریب فرکانس هسته های ما رو بالا میبره. وقتی این 2 تا عدد بالا میره، برای مثال بذارید این کلاک ریشیو رو واسهتون توضیح بدم دقیق که چیه. فرض کنید سی پی یو ما، هسته ما 100 مگاهرتز داره پردازش رو انجام میده با این سرعت. اگر ریشیوی هسته ما 41 باشه، x 41 باشه، نتیجه نهاییمون چقدره؟ 4.1 گیگاهرتز یا 4100 مگاهرتز. این نتیجه نهایی هست که بهمون میده. پس ریشیو این هست و این تغییرات رو اعمال میکنه. اسپید کلاک هم که میدونید اون سرعت پالسای چرخشی ما بالاتر میره. به طب در نگاه اول خیلی چیز خوبی به نظر میاد دیگه. آره واقعا من یه سی پی یو خریدم با فلان فرکانس، میتونم تا یه حدی بالاتر ببرمش و سی پی یوم سریعتر و قوی‌تر میشه. آره اینها وجود داره. اول اصلا بیاد مزیتاشو با هم دیگه بشماریم و ببینیم که چه مزیت‌هایی رو واسه ما داره. این مزیت‌هایی که وجود داره، ولی حالا آیا تو ایران واقعاً معقول هست یا نه جای سواله و باید تا انتهای ویدیو بهش پاسخ داده میشه با منطق‌ها و دلایلی که میگه. اولیش همین که گفتم، پرفورمنسمون میره بالاتر. توی نرم افزارهایی که داریم استفاده میکنیم پرفورمنس بهتری میگیریم. اوکی. 1. 2. در ازای هزینه کمتر عملکرد بهتری تو پردازندمون میگیریم. منطقی به نظر میرسه. من جایی که مثلا بیام 13700 کی بگیرم، 13600 کی رو با هزینه کمتری میگیرم و از اوورکلاک استفاده میکنم و حالا یه مقداری اون چیزی که میخوامو بهبود میده. سومین مزیت اوورکلاک کردن چیه؟ توی سیستم امروزی قابلیت شخصی سازی داره. من میتونم خودم ولتاژ، ضریب فرکانس و سرعت اسپید کلاکم رو تعیین بکنم و میتونم با نرم افزاری که وجود داره کاستومایزشون کنم. این خیلی چیز ارزشمندیه. اینجوری نیست یهو دکمه رو بزنم بره تا 100 کار کنه، کامپیوتر من تو حالت تشنجی قرار بگیره و دوچاره این مشکل ها بشه. آره این مزیت ها رو داره. حالا چه معایبی داره اوورکلاک کردن به صورت کلی؟ میخوایم یه مقداری بدبینانه بهش نگاه بکنیم و تا حدودی هم منطقی. اولین اتفاقی که میفته، سی پی یوی شما گارانتیش باطل میشه که تو ایران کاملا چیز احمقانه و مسخره، چون ما اصلا گارانتی نداریم واسه سی پی یو ها توی ایران. یعنی ما همین جوری که سی پی یو رو میخریم با دلهره و استرس میگیریم میندازیم رو سیستم، تصویر میده، خدا رو شکر میکنیم. اوورکلاک هم بکنیم کلا این گارانتی مختل میشه در سراسر جهان و در ایران همینجوریش مختل هست. مورد دوم و مورد عیبی که میتونه داشته باشه، تو طولانی مدت عمر سی پی یو ما رو میتونه کم بکنه. در چه شرایطی؟ در شرایطی که ما خنک کننده مناسب نداشته باشیم، پاور مناسب نداشته باشیم، مادربردمون خوب و درجه 1 نباشه که بتونه ولتاژ استاندارد رو همواره برسونه.
اوکی، پس این اوورکلاک کردن الان که نگاه میکنیم بهش منطقی به نظر نمیرسه. یک سری ریسک ها داره و یک سری مزایایی که زیاد به درد ما نمیخوره. حالا نکته مهم، چقدر اوورکلاک کردن چقدر تأثیر میذاره روی کار ما؟ این سوالیه که خیلی میتونم ساده بهتون میگم واقعا خیلی کم. و میتونیم بریم تستا و آزمایش‌های مختلف رو نگاه بکنیم که برای سی پی یو رو انحصارا دارم بهتون میگم. سی پی یو های نسل جدید 12 به بعد چه اتفاقی افتاده؟ همواره دارن رو ماکسیموم فرکانسشون کار میکنن، یعنی یه جوری طراحی شدن که با بالاترین فرکانسشون کار بکنن و اوورکلاک کردن واقعا تغییر آنچنانی تو کار ما نمیده. تو کجاها تغییر ایجاد میکنه؟ کاری که منحصرا با سی پی یو کار داره، مثل ویدیو ادیت کردن، مثل کاری که سی پی یو رو کامل درگیر می‌کنه، مثل کامپرس کردن فایل. آره توی اینا 5% 10% بهتر میشه ایول، ولی توی بازی تاثیر میذاره؟ متاسفانه باید بهتون بگم نه، خیلی تاثیر نمیذاره. یعنی اون تصوری که ما داریم اتفاق نمیفته. چرا؟ چون بازی امروزی اصلا سی پی یو محور نیستن، همه دارن با کارت گرافیک هندل میشن. و اگر موقع بازی کردن یه لحظه بیاد چک بکنید مانیتورینگ سیستمتون رو، میبینید جی پی یو تون داره خیلی بیشتر مصرف میشه تا سی پی یو تون. سی پی یو تون اصلا به حد درگیری نرسیده، 20% 25% درگیره. پس اون 20-25% اگر به حالا با فرکانس بالا اتفاق بیفته چه اتفاقی قراره بیفته؟ و سی پی یو همون با 50% انجام میداد دیگه. میگیرید چی میگم بچه‌ها؟ این اتفاق نمیفته. تو چه بازی این اتفاق میفته؟ بازی استراتژی، بازی سیمولیتور، بازیایی که محاسبات سی پی یو توشون دخیل هست و مورد نیازه، توی اونا بهتر میشه. پس به صورت کلی برای کارهایی مثل ویدیو ادیت کردن، مثل کامپرس کردن ویدیو، خوشبینانه ترین حالت با مهیاترین حالت ما 5 الی 10% پرفورمنس بهتری رو دریافت میکنیم. اوکی، در بازی اصلا نمیتونم بگم، مثلا خواهم یه عددی بگم ولی واقعا عدد جور در نمیاد گفتنش. اوورکلاک کارت گرافیک توی بازی خیلی تاثیر میذاره. شما 5 تا 10 FPS بیشتر میگیرید تو بازی مختلف. حالا متفاوت از این عدد، ولی به صورت میانگین این شکلی هست. ولی توی سی پی یو رو بازیمون آنچنان تأثیری نداره. خب حالا قرار شد یه مقداری بدبینانه راجع به اوورکلاک صحبت بکنیم و بگیم که چه خطراتی و چه آسیب هایی رو به سیستم ما میزنه. بریم با هم دیگه بررسیشون بکنیم. خب بیایم راجع به این که چقدر روی طول عمر سیستم ما تاثیر میذاره صحبت بکنیم. بچه‌ها یه چیز کاملا منطقیه، شما از هر وسیله‌ای تو حالت بیشینش به صورت طولانی مدت استفاده بکنید آسیب زننده هست. هر وسیله، هر دستگاه وجود داره تو خونتون، برید همزن آشپزخونه‌تون رو بردارید 20 دقیقه یه تک باش کار بکنید آسیب می‌بینید. چرا؟ اولین آسیب جدی که می‌بینید چیه؟ بر اساس گرما این اتفاق میافته واسش. یعنی دمای بالا یکی از چیزهای اجتناب ناپذیر در کنار اوورکلاک. یعنی چون وقتی اوورکلاک میکنید دمای بالا رو بهش گفتید تقدیر و وزور داره. این دمای بالا طولانی مدت میتونه آسیب بزنه و ما این رو خب میدونیم قطعا. کولرینگ خیلی خفنی داشته باشیم میتونه به این امر کمک بکنه، ولی خب دمای بالا به صورت طولانی مدت آسیب زننده هست. دومین موردی که مشکل داره این لیمیت هایی که وجود داره. از این لیمیت ها گذر کنیم. مثلا میگم ما 24 ساعته این اوورکلاکمون فعال باشه، یعنی همواره سیستم در حال اوورکلاک باشه و تو بیشینه مصرفش باشه. خب این یه حدی رو ما گذر کردیم دیگه. این اوورکلاک رو قرار دادن ما مثلا واسه یه کاری ولتاژ رو ببریم بالا استفاده کنیم و دوباره تمومش کنیم. میدونید سی پی یو همواره در اون مصرف بالای خودش نباشه. این مسئله‌ای که خیلی به نظرم مهمه. مورد سومی که وجود داره مصرف انرژی سیستم ما رو بالا میبره. به تبع سیستم ما انرژی بیشتری نیاز داره، چون سی پی یو ما خواهان این هست که من در ازای یک انرژی بیشتری به شما پرفورمنس بیشتری میدم. این کاری که اوورکلاک داره انجام میده، پس مصرف انرژیمون هم میره بالا. این سه تا اتفاق میفته. حالا سه تا آسیبی که میتونه اتفاق بیفته: هسته های سی پی یو تون میتونه دچار آسیب بشه به خاطر این ولتاژ هایی که داره دریافت میکنه. رمتون میتونه آسیب ببینه، پایداریش رو رمتون از دست بده و سازگاری سیستمتون میتونه تحت تاثیر قرار بگیره با اوورکلاک کردن بیش از حد. پس این شد مزایا و معایب
بحث اوورکلاک کردن. بخوایم یه جنبندی راجع به بحث اوورکلاک بکنیم، اوورکلاک 5 تا 10% سیستم و عملکرد سی پی یو رو در برخی برنامه‌ها بهتر میکنه، چون توی پردازنده‌های امروزی واقعا سی پی یو دارن روی ماکسیمم فرکانسشون کار میکنن، مثل نرم افزار ادیت ویدیو و حالا کامپرس کردن ها. توی بازی سی پی یو رو اوورکلاک بکنید تاثیر آنچنانی نخواهد داشت، ناامیدتون میکنه، طولانی مدت میتونه به سیستمتون آسیب بزنه، طولانی مدت، و عمر سی پی یوتون رو کاهش بده. این یه چیز بدیهی و هممون میدونیم. داخل ایران ارزش داره اوورکلاک بکنید. اگر پول دارید، دلتون میخواد تست کنید، آتیش بذار، هر کار دوست دارید، اصلا مهم نیست واسهتون چه اتفاقی میفته، اوکی انجام بدید. اگر نه این سیستم رو مثل من موهاتون سفید شده، پدرتون در اومده گرفتید، واقعا فکر میکنم چیزی که ارزش ریسک کردن نداره. یه بار تست میتونید بکنید ولی به عنوان روتین بخواید ازش استفاده بکنید، نه واقعا ارزششو نداره. حالا با همه این صحبت ها شما خواهان این هستید که اوورکلاک رو انجام بدید. چجوری یک اوورکلاک امن و سیف برای خودمون ایجاد بکنیم و این شکلی اوورکلاک مطمئنی رو داشته باشیم؟ 2 تا کار انجام بدید در مرحله اول. دمای پردازندتون رو تو حالتهای مختلف تست بکنید. در پایین ترین حالت که هیچ فشاری روی سی پی یو نیست، دماش چقدره، یه تست 100% ازش بگیرید، های پرفورمنس، ببینید توی اون موقع دمای سی پی یو چقدر میشه. این دوتا رو پس در مرحله اول تست بکنید. مورد دوم، پرفورمنس سی پی یوتون رو بررسی بکنید. آقا کلی نرم افزارها هست مثل ساین بش و حالا بنچمارک های مختلف که میتونید از سی پی یوتون بنچمارک بگیرید، ببینید آقا همین الان حالت عادی سی پی یوی من چه پرفورمنسی در بیشینه مصرفش بمیره. یه امتیازی رو بهتون نرم افزار مثل ساین بش میدن، اون رو انجام بدید. این دوتا رو که انجام دادید، تست استرس بگیرید از سیستمتون. خیلی نرم افزار وجود داره واسهتون، تو کپشن می‌نویسم، از اونها میتونید استفاده بکنید و با استفاده از اونها میتونید سی پی یوتون رو مثلا توی یه بازی 1-2 ساعته روی ولتاژهای مختلف و فرکانس ها و پرفورمنس های مختلف تست میکنه، ببینید عملکرد سی پی یوتون به صورت کلی چطور هست. این میشه 3 تا کاری که انجام میدید. اگر از این 3 تا سربلند در اومد، یعنی دما اوکی بود، پرفورمنس معقول بود، این دمای بیخود بالا نمیرفت، میفهم سیستم کولرینگمون داره یک دمای پایداری رو ایجاد میکنه و پرفورمنس اونم اوکیه، استرس تستمون هم میگیریم، مهر تایید رو اینجا میگیریم، حالا میتونید اوورکلاک رو انجام بدید. پیشنهاد من این هست، اگر کاربر پروفشنال حوزه کامپیوتر نیستید، نرم افزارهاشو بریزید. واسه اینتل ای ام دی جفتش نرم افزار داره، لینکش داخل دیسکریپشن هست. یک سری گزینه ها میخواد، میرید توی بایوس فعال میکنید و این نرم افزار در اختیارتون قرار میگیره. توی این نرم افزار میتونید مقدار فرکانس، مقدار ریشیو و ولتاژی که دریافت میکنن رو تغییر بدید توی لحظه و اوورکلاک رو روی سیستمتون انجام بدید. این میشه یک پروسه اوورکلاک معقول. من عقلانی دارم این کار رو انجام میدم و نمیخوام آسیب به سیستمم برسه. دیگه فکر میکنم به جنبندی نیاز نداریم. توی ایران سی پی یو هایی که حالا مثلا همین الان 13600 که طرفای 17 تا 19 میلیون تومنه، ولی 13600 خالی اصلا تو بازار موجود نیست. ما معمولا به سمت 13600 کی سوق داده میشیم از جانب بازار. اگر قرار نیست حرکت خیلی خفن و عجیب غریبی با سیستمتون بکنید، 13600 کافیه. 13600 کی این قابلیت اوورکلاک رو بهتون میده با شرایطی که خدمتتون گفتم. تو این کشور و تو این لحظه ما خیلی سخت پول در میاریم و قطعاتی که میگیریم خیلی ارزشمندن. همینجوری بازار کامپیوتر خیلی بازار بیدر و پیکریه، مخصوصا تو بحث سی پی یو که هیچ گارانتی واسش وجود نداره و هیچ اتفاقی نمیفته. سعی کنید که اگر نمیخواید کار عجیب غریبی با سیستمتون بکنید، سمت این ماجراها نرید. در حد تست کردن و حالا سر و کله زدن که یاد بگیرید خوبه، ولی به عنوان روتین به نظر من ازش استفاده نکنید، چون اون پرفورمنسی که تو ذهنتون هست با اوورکلاک براتون میسر نمیشه. امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشید. سعی کردم تمام نکاتی که توی مدت بلد بودم رو بهتون بگم. مرسی از عمو جواد که توی این قسمت کمکمون کرد، 2-3 تا نکته خوب بهم گفت. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید تو کامنت ها بنویسید عمو جواد دوستت داریم. خیلی مخلصم. خدا نگهدارتون. راستی حتما اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. امروز هم روز دوم چالش 30 روزمون بود. خدا نگهدار.